کسب نتایج خوب در بازی‌های جام ملت‌های آسیای سال 1996 در امارات موجب می‌شود ملی پوشان ایران به محبوبیت و مقبولیتی بیشتر در نزد مردم دست یابند. دیگر همه از بازیکنان ایران به عنوان قهرمان یاد می‌کنند. فوتبال دوستان انتظار دارند ملی پوشان ما بتوانند طلسم ناکامی در رسیدن به جام جهانی را نیز بشکنند و بتوانند بعد از 20 سال نام ایران را در جهان فوتبال طنین انداز کنند. با این حال کار تیم ملی در بازی‌های انتخابی جام جهانی 98 فرانسه آنچنان آسان نیست و رقبای قدرتمندی بر سر راه ملی پوشان ما قرار گرفته‌اند. کار ما اما در مرحله اول خیلی آسان است. رقبای ما در حد و اندازه‌های ملی پوشان ایران نیستند. تیم ایران در نخستین دیدار خود در دور انتخابی جام جهانی 98 فرانسه مالدیو را با 17 گل پشت سر می‌گذارد. نتیجه‌ای که بازتاب جالبی در رسانه‌های بین‌المللی دارد. کریم باقری با زدن 7 گل از این 17 گل مرد اول این میدان است. مهدوی کیا از زمین بیرون ایستاده که در منطقه آفساید قرار نگیره. حالا منصوریان خودش با توپ حرکت میکنه، در درون محوطه جریمه ملاحظه میکنه خیلی راحت کار میکنن بازیکن ایران و این بار خداداد عزیزی است که در نقش گلزن ظاهر میشه. میگه هیچ وقت تو بند اینی که گل بزنم نبودم. اتفاقا همون بازی تو خاطرات جای مایلیکوان هم همیشه میگه من فکر میکنم یا 8 تا یا 9 تا پاس گل دادم اون بازی، که اون موقع پاداشای اون موقع مثل الان نبود دیگه. مثلا نفر $100 پاداش بود، به من $50 بیشتر پاداش داد آقای مایلیکوان به خاطر از خودگذشتگی از این حرفایی که حالا میچسبونن و تو فوتبال ما الان اصلا نیست. من فکر میکنم اون از این بازی که هر موقع یاد میکنم ما هر چی زدیم رفت، یعنی هر چی زدیم که خدایی تیممون خیلی خوب بود. فکر میکنم 6 تا کریم زد، 2 تا علی زد، 3 تا خود من زدم، 2 تا علی منصوریان زد، همه زدن، هر کی رسید یکی یه دونه به اینا زدیم. خب تیممون هم خداییش من حالا کاری ندارم، نه که من خودم چون بچهای اون دوره هم دورهای من بودن، من فکر میکنم تیم واقعا تیم فوق العاده ای بود. تیم ایران در دومین دیدارش هم با 7 گل قرقیزستان را مغلوب می‌کند. افشین پیروانی او هم تا میانه‌های زمین جلو اومده و این ضربه که علی موسوی میزنه با توجه به اشتباه دروازه‌بان گل دیگر برای تیم ایران رقم می‌خوره. نتیجه بازی 6-0 میشه. حالا علیرضا منصوریان باید از اون جمع جدا بشه، چرا که بعد از بازی بیرون بیاد. فرهاد مجیدی با شماره 19 در ترکیب تیم ایران از این لحظه به بعد انجام وظیفه خواهد کرد. فرهاد مجیدی هم تازه دعوت شده و تیم ملی خیلی جوون سرحال و خوب کنار حالا بزرگترا. و فرهاد هم یه دونه ماشین خرید خیلی جالبه، یعنی اوپل کورسا خرید، فکر کنم اون موقع بهمن بازی میکرد بهشون میدادن. و درست یادم که حاج مایلی خیلی هم ناراحت شد، گفت تو نباید الان این ماشین رو سوار بشی. دلیل هم داشت، میگفت احتمال داره شما غرور بگیرد دیگه اون ترقی نکنی. حرفش منطقی بود. خیلی هم بحث میکرد باش و فرهاد هم دیگه آخر قبول کرد دیگه، چون بالاخره جوون بود و اومد. ضربه علی دایی به مدافعین تیم قرقیزستان برخورد میکنه. اینجا خداداد عزیزی در درون محوطه جریمه ثابت توپ میشه. پاس خوب برای فرهاد مجیدی و کمتر از 1 دقیقه بعد از ورودش به زمین فرهاد مجیدی هم گل میزنه. بازی سوم ایران در دور انتخابی جام جهانی 98 فرانسه در ورزشگاه عباسیون دمشق و مقابل سوریه برگزار میشه. تیمی که 4 سال قبل به سختی تسلیم ملی پوشان ما شد این بار با تکل علی دایی مغلوب ایران میشود. کسب 3 پیروزی در 3 بازی ایران را در صدر گروه دوم مسابقات قرار میدهد. در دور برگشت آتش ایران تا حدودی فروکش میکند. در نخستین دیدار تیم ما با نتیجه 3-1 قرقیزستان را میبرد. مالدیو این بار با 9 گل مغلوب ایران می شود و در آخرین مسابقه که جنبه تشریفاتی دارد تیم ایران در مقابل سوریه به تساوی 2-2 می رسد. نکته عجیب این مسابقه نیمکت نشین شدن علی دایی است که با نظر محمد مایلیکوان به عنوان یار جانشین به بازی گرفته می شود. و بخشی از اختلافات بین آقای دایی و آقای مایلیکوان هم سر همین قضیه بود. یه مصاحبه آقای علی دایی توی قطر کرد بعد از اینکه لژیونر شد، در همون دورانی که با هم کار میکردیم. گفتن که این تیم چی داشت که ما پیدا نمی کردیم، که چرا 6 تا به کره میزنه، 3 تا به عربستان میزنه، یا میاد کویتو میبره، یا با اون ترتیب قشنگ فوتبال بازی میکنه، بچهای خیلی قدرتمندی داره. آقای دایی گفته بود که ما بدنسازمون خیلی خوب کار کرد و همین یه مقدار باعث ناراحتی آقایون شد.
تیم ایران با 2 تغییر نسبت به بازی‌های قبل به مصاف تیم سوریه رفت که 2 تغییر تا حدی بحث‌انگیز هم بود. در خط دفاعی افشین پیروانی که در تمام بازی‌های قبل در آخرین نقطه خط دفاعی ما ایستاده بود، در این بازی نیمکت نشین شد و یحیی گل محمدی به عنوان آخرین مدافع در این بازی انجام وظیفه کرد و در خط حمله هم علی دایی در روی نیمکت نشست تا محسن گروسی در ترکیب اولیه تیم ایران قرار بگیره. همین یواش یواش اختلافات رو شروع کرد. وارد مسابقات مقدماتی همونطور که فرمودی شدیم، مقدماتی جام جهانی، ما سوریه که رفتیم، سوریه رو 1-0 تو خاک خودش بردیم. اومدیم اینجا، آقای علی دایی به خاطر اون مسابقاتی که کرده بودن در ارنج ایشون، آقای افشین پیروانی، هیچ کدوم اینا در ارنج قرار نگرفتن. ما هتل استقلال بودیم، شام میخواستیم بریم بیرون، نمیدونم کدام رستوران بود. ما اومدیم بیایم، اون موقع مثل الان نبود، اون موقع تمرینمون 5000 تا تماشاگر میومد، جلو در هتل جمعیت زیاد بود. ما اومدیم، من و علی دایی اومدیم سوار اتوبوس شیم، جمعیت گرفتن عکس و امضا و فلان اینا، دیگه یه مقدار دیر رسیدیم. اومدیم از پلا بیایم بالا، آقای مایلی کهن و دستیاراشون، همکاراشون برگشتن گفتن کجایی تو، فلانی تو، که من خب حالا من جلوتر از علی اومدم تو ماشین، گفتم که نباید اون حرف و اون مقطع، گفتیم همیشه شعبان یه روزم رمضان. من خیلی آدم منضبطی بودم، من سالها، این همه سال 1 بار سر تمرین دیر نرفتم. در نهایتش من این حرفو زدم، البته به آقای فریاد شیران نمیدونم حالا یادم درست، گفتیم ما همیشه سر موقع میریم، ولی یه روز دیر اومدیم. علی دایی پشت من اومد تو، یه دفعه گفتن که آقا کجا بودی اینا، اون یه مقدار گفت حالا چی شده مگه فلان اینا، که فرداش من و علی جفتمون رو گذاشتن بیرون بازی با سوریه و نیمه اول 2-0 عقب افتادیم در تهران. و وقتی که آقای مایلیکوان دید که بازیکن‌های خوبی مثل آقای علی دایی که گلزن جلو این جمعیت میتونه تیم رو نجات بده، یعنی ما داشتیم اصلا حذف میشدیم، یعنی اگر باخته بودیم اینجا تموم شده بود، اونا صعود میکردن، چون در خانه ما اونا گل بیشتری زده بودن. دیدار 2 تیم ایران و سوریه، بازی که در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد در حضور بیش از 100,000 تماشاگر، اون هم در شرایطی که صعود ایران به دور بعد قطعی شده بود. نیمه بود که به من گفتن که آقایونو گرم کنین، البته قبلش به آقای فریاد شیران گفت بگو گرم کنن، که آقای فریاد شیران گفتن ولی بچه ها قبول نکردن، تا اینکه به من گفتن شما بچه ها رو گرم کنین و اینا. من بلند شدم به علی خواستم و خواهش کردم، بچه ها بلند شدن گرم کردن و وسط نیمه آقای فریاد شیران اومد، اینو میگم چون که خیلی ها پرسیدن، شاید اولین باره دارم میگم، اومدن گفت که آقای دایی گرم کن. علی گفت من گرم نمیکنم. رب آقای مایلی کهن گفت آقای مایلی کهن خودش اومد گفت پاشو گرم کن فلانه. حالا جمعیت هم 100,000 تا میومد دیگه، 100,000 تای واقعی داشت علی دایی رو تشویق میکرد. رفتن تو بازی، اتفاقا بازی رو برگردوندن و بازی به نفع ما تموم شد و ما تونستیم صعود کنیم. به این ترتیب تیم ایران با کسب 16 امتیاز از 6 مسابقه به عنوان تیم اول به دور دوم راه پیدا می‌کند. ایران و 9 تیم دیگر در 2 گروه 5 تیمی قرار می‌گیرند تا در مرحله دوم بر سر رسیدن به جام جهانی 98 بجنگند. تیم ایران در این مرحله با عربستان، چین، قطر و کویت همگروه می‌شود. برنامه بازی‌ها بسیار فشرده است و فقط تیم اول هر گروه به طور مستقیم به جام جهانی می‌رسد. تیم‌های دوم 2 گروه هم شانس خود را در پلی‌آف جستجو می‌کنند. نخستین دیدار تیم ما در مقابل چین برگزار می شود. چینی ها برای آنکه همچون بازی های انتخابی جام جهانی 90 برای ایران سدی دست نیافتنی باشند، دالیان را برای میزبانی از ایران انتخاب می کنند. تو دالیان بودیم که در واقع با چین بازی داشتیم. دالیان هم
شهری بود که یه استادیوم 30,000 نفره داشت و چینی‌ها مخصوصا بازی رو برده بودن اونجا، چرا که کاملا تماشاچی احاطه داشت بر زمین مسابقه و بر بازیکن‌ها. بعدشون هم هر کدوم یه دونه بوق داشتن، چینی‌ها یه دونه بوق داشتن بلا استثنا. ورزشگاه جینجویی در دالیان جایی است که چین هرگز در آن شکست نخورده. بازی در حال آغاز می شود که جو ورزشگاه به طرزی عجیب به سود میزبان است. چینی ها با بهره‌گیری از این امتیاز میزبانی برتر از ما ظاهر می شوند تا اینکه در فاصله 1 دقیقه به پایان نیمه اول با ضربه فانزیهی بازیکن سرشناس خود دروازه ما را باز می کنند. انقدر این چینیا سر صدا می‌کردن، انقدر این استادیوم شیپور می‌زدن و سر صدا می‌کردن، اصلا گوشمون داشت کر می‌شد. و واقعا چین یکی از بهترین تیم‌های چین بود. یعنی سالایی که من حالا حداقل با چین بازی کرده بودم، ما 2 تا بازی دوستانه با اینا کرده بودیم قبلش. هر 2 تا بازی دوستانه برده بودیم. متاسفانه اونقدر بد شروع کرده بودیم که من هنگام گزارش خیلی تاکید داشتم بر اینکه خدا کنه بیشتر از این گل نخوریم، که بعدها خیلیا به میگفتن چرا اون حرفو زدیم. خیلی بد بازی میکردیم، اونقدر بد بازی میکردیم در صورت که بازیکنامون فوق‌العاده بودن، خیلی هم خوب بازی میکردن و انتظار یه بازی بهتر از این تیم داشتیم. مردم که به وقت ایران بعد از ظهر بازی را از طریق تلویزیون دنبال میکنند حال و روز خوشی ندارند، خصوصا اینکه چین در دقیقه 54م گل دوم را نیز با ضربه لینینگ به ما تحمیل میکند تا شرایط برای تیم ایران سخت‌تر شود. در حالی که فقط 30 دقیقه تا پایان بازی باقی مانده، به یک بار تیم ایران از لاکش بیرون میآید و همچون بازی خاطر انگیز مقابل کره جنوبی در جام ملت‌های آسیا همچون طوفان حریف را در بر میگیرد. در دقیقه 61 مسابقه داور یک ضربه پنالتی به سود ایران اعلام می‌کند که کریم باقری پشت توپ می‌ایستد و آن را تبدیل به گل می‌کند. گلی که کلید بازگشت ایران به این بازی است. اون بازی 2-0 که شد، اصلا من خودم رو نکرد گفتم دیگه تموم شده است. یعنی تموم شد. حسن اون تیم این بود که غیر قابل پیش بینی بود. یعنی تیم 98 یا 96 یه تیم غیر قابل پیش بینی بود. یعنی ما هر لحظهش بوی گل میداد، با اینکه خیلی زود گل می‌خوردیم و بعد گل می‌خوردیم. 6 دقیقه بعد از گل باقری، مهدی مهدوی‌کیا همچون انبار بارود منفجر می‌شود و 2 سوپر گل پیاپی به ثمر می‌رساند. گل‌های مهدی مهدوی‌کیا به قدری خیره کننده و زیبا هستند که بارها و بارها در تیتراژ برنامه‌های ورزشی مورد استفاده قرار می‌گیرند. پس از اینکه ایران بازی 2-0 باخته را با برد عوض می‌کند، چین از نظر روحی هم در هم می‌شکند و علی اصغر مدیروستا با شلیکی پرقدرت به دروازه چینی‌ها نتیجه را 4-2 می‌کند. این نتیجه بار دیگر قدرت ملی پوشان ما را در بازگشت به بازی
نشان می‌دهد و به همه ثابت می‌کند ایران از نظر هجومی بهترین تیم آسیاست. شش روز بعد از بازی مقابل چین که با برد 4-2 ایران تمام می شود، ملی پوشان ایران خود را آماده یک بازی حساس دیگر می کنند. این بار ایران در ورزشگاه آزادی با 100,000 نفر تماشاگر میزبان عربستان است که کماکان حریفی سرسخت برای فوتبال ماست. خیلی‌ها می‌خواهند بدانند ایران می‌تواند همچون بازی اول دو تیم در جام ملت‌های آسیای سال 96 عربستان را در هم بکوبد. متاسفانه خداداد یه دونه اخطار اونجا گرفته بود، یه اخطار هم تو مقدماتی قبلی داشت، هی میگفتن نه اون قبول نیست، میتونه بازی کنه نمیتونه، نهایتش منجر به این شد که خداداد نمیتونه بازی کنه. بازی برخلاف انتظار پایاپای است و ایران نمیتواند حریف سرسخت خود را تحت فشار قرار دهد. محمد خاکپور توپ رو جلو میندازه، یه بازیکن رو از مقابل برمی‌داره، پشت محوطه جریمه برای منصوریان، خود منصوریان یه حرکت، چه موقعیت و حالا پنالتی. الله اکبر، الله اکبر. پنالتی برای تیم ملی فوتبال کشورمون، موقعیتی که میتونه ما رو صاحب گل بکنه. حالا با توجه به اون تنفری که ما از اونها داشتیم و قطعا حتما اونها هم از ما شیعیان داشتن، این بازی برامون فوق‌العاده حساس بود. هر لحظهش برای من یکی، حالا چون با عربا زندگی کرده بودم، بچه خوزستان بودم، هر برتری که حتی عددی تو بازی انجام میشد من هرس میخوردم. بعد ما یکی چقدر افتادیم، یه پنالتی شد، من یه لحظه 120,000 تماشاگر رو بالا سر خودم دیدم که یه صدا بلند شدن، من چیزی نداشتم جز بگم الله اکبر. یعنی غیر ارادی این الله اکبر به زبان من اومد و من بیانش کردم. یعنی اینقدر خوشحال شدم که فقط تو این جمله میتونستم خوشحالیمو بیان بکنم. خب به حال احساسی بود که بهش تو اون لحظه دست داد و گزارشگر حق داره به حال به نظر من اون احساس رو بروز بده دیگه. اون احساسی بود که یه جور حس برتری جویی، یه جور حس قدرت، یه جور حس این که خب چه خوب ما حالا صاحب پنالتی شدیم و خب متاسفانه پنالتی گل نشد. اگر اون پنالتی گل میشد کریم باقری بهتر میزد یا حالا فلان فلان شده بگم دیگه، محمد دایه اون توپو نمیگرفت توپو خرابش میکرد و خراب میکرد که بذاره بره تو گل، شاید اون الله اکبر آقای کوتی هم قشنگتر مینشست روی کار. ولی چون پنالتی گل نشد بعضی یاد گرفتن. ولی به نظر من حس گزارشگر تو اون لحظه بهش القا کرد که اون حرفو بزنه. حرف بدی هم نزد که گفت خدا بزرگ است، خدا بلند مرتبه است. من چون با آقای استیلی تو باشگاهی هم بازی می‌کردیم، یه مقدار بازی هم دیگر می‌خوندیم، می‌دونستم آقای استیلی چه جوری پاس میده و پاس‌های عمق و نیم تیغ وایسادن منو خود آقای استیلی خوب می‌دونست. به خاطر همین توپی که به من داد من نیم تیغ جدا کردم و حریف چاره جز پنالتی کردن رو من نداشت و ما فکر کردیم بازی میره رو 2 تا 3 تا. تماشاگر به قدری فشار آوردن رو اون صحنه پنالتی که بعدش به هوا میپریدن که ما گفتیم الان گل بزنیم میریم برای گل‌های بعدی و خود بازیکن‌های سعودی هم رویشون رو کاملا باخته بودن. محمد شهرانی در دقیقه 32 دروازه ایران رو باز می‌کند و تماشاگرانی که از ساعت‌ها قبل به ورزشگاه آمدند غرق در سکوت می‌شوند. دخالت از احمد عابدزاده، فرصت برای عربستان، خود حسین عبدالغنی درون محوطه جریمه و به همین سادگی دروازه باز میشه. عربستان 1 ایران 0. این دیدار دوم تیم ملی کشورمون هست در شرایطی که بازی 2-0 باخته رو در چین 4-2 به نفع خودمون خاتمه دادیم با 2 گل همین بازیکن مهدی مهدوی‌کیا، 1 گل از علی اصغر مدیرروستا. حالا فرصت برای علی اصغر مدیرروستا مقابل دروازه، دخالت از کریم باقری و توی دروازه. گل به ثمر میرسه، اما به نظر میرسه که کمک داور اول این دیدار
معتقد به آفساید هست. بله. نیمه اول با حساب 1-0 به سود عربستان زیرک به پایان میرسد. در نیمه دوم ایران فشارش را روی دروازه عربستان افزایش میدهد. بازی با حساب 1-0 به سود عربستان در جریان است تا اینکه روی یک حمله همه جانبه در شلوغی مقابل دروازه کریم باقری گل مساوی را وارد دروازه عربستان می‌کند. منصوریان در کنج محوطه 6 قدم فرصت برای کریم باقری و این بار دیگه آفساید نیست. گل برای ایران به وسیله کریم باقری که در نیمه اول هم یک بار دروازه را باز کرده بود و کمک داور به نشانه آفساید گل رو نپذیرفته بود. شادمانی در ورزشگاه آزادی تهران و گل تساوی برای دلاورمردان تیم ملی جمهوری اسلامی ایران. با به تعادل کشیده شدن نتیجه بازی عربستان سعی در کنترل مسابقه دارد و ایران هم با وجود حملات بیشتر در گشودن دروازه عربستان موفق نیست و در نهایت بازی 1-1 مساوی به پایان میرسد. سومین دیدار تیم ایران در دور انتخابی جام جهانی 98 در کویت برگزار می شود. تیمی که با زوج معروف خط حمله‌اش جاسم هویدی و بشار عبدالعزیز بسیار خطرناک است. گل اول بازی را جاسم هویدی در دقیقه 20 وارد دروازه ایران می‌کند تا در سومین دیدار پیاپی هم تیم ما تیمی باشد که گل اول بازی را در همان نیمه اول می‌پذیرد. جاسم الهویدی پاس رو به عقب برای عبدالله وبران، ضربه وبران برای بشار عبدالله عبدالعزیز، پاس بشار عبدالله عبدالعزیز، جاسم الهویدی بازیکن بلند بالا با پیراهن شماره 20 آبی پوشان کویتی دروازه ایران رو باز می‌کنه. با وجود فشار فراوان ایران برای زدن گل مساوی، نیمه اول با برتری 1-0 کویتی‌ها به پایان میرسد. این سومین بازی پیاپی است که تیم ما با شکست در نیمه اول به رختکن می‌رود. در نیمه دوم ایران چند فرصت خوب ایجاد می‌کند ولی فقط در دقیقه 90 موفق به فرار از شکست می‌شود. باز همین کریم باقری است که در سومین دیدار پیاپی برای ایران گل می‌زند و با این گل ارزشمند تیم ما از شکست در خانه کویت می‌گریزد. یک فرصت در ثانیه‌های تلف شده این دیدار و گل برای تیم ملی جمهوری اسلامی ایران. شادمانی برای سفید پوشان ما در ثانیه‌های تلف شده این دیدار. عرض کردم با کسب یک مساوی دیگر در سومین بازی و در مقابل کویت، ایران خود را مهیای بازی چهارم در مقابل قطر می‌کند. دیداری که برای ما از اهمیت بسیاری برخوردار است، چرا که در صورت پیروزی می‌توانیم در صدر جدول گروه اول بازی‌های انتخابی جام جهانی 98 فرانسه قرار بگیریم. برای تماشای این بازی 70,000 نفر تماشاگر راهی ورزشگاه آزادی می‌شوند. تیم ما بازی را بسیار خوب شروع می‌کند و در دقیقه 30 توسط علی دایی دروازه قطر را باز می‌کند. قبل از اینکه بازی در نیمه اول به پایان برسد، باقری همچون 3 بازی گذشته گل می‌زند تا نه تنها بهترین هافک بلکه بهترین گلزن ما هم باشد. باقری در دقیقه 56 گلی دیگر می‌زند و تیم ما سرانجام بازی را 3-0 می‌برد و با توجه به شکست عربستان در زمین چین، بازی‌های دور رفت با صدرنشینی ایران به پایان می‌رسد. بعد از یک هفته استراحت، تیم ما بازی‌های دور برگشت انتخابی جام جهانی 98 فرانسه را از روز 25 مهر ماه سال 76 و در بازی مقابل چین آغاز می‌کند. این بار 100,000 نفر تماشاگر برای دیدن این بازی حساس به ورزشگاه آزادی می‌آیند. قرار نگرفتن خداداد عزیزی در ترکیب ایران نکته عجیب این دیدار است. بعد از آنکه علی دایی در بازی با سوریه نیمکت نشین شد، این دومین تصمیم عجیب محمد مایلیکوهن در این بازی هاست. بازی ایران و چین یکی از بهترین بازی‌های ایران در دور انتخابی رقابت‌های جام جهانی 98 فرانسه است. بازی با حملات کوبنده و همه جانبه ایران شروع می‌شود و علیرضا منصوریان در همان دقیقه دوم دروازه چین را باز می‌کند. باقری به قصد راه انداختن مهدی مهدوی کیا و توپ رو در اختیار میگیره. حالا پشت محوطه جریمه برای علی دایی، فرصت برای علی اصغر مدیر روستا و از گرد راه میرسه علی منصوریان. گل اول برای تیم ملی کشور ما در ورزشگاه آزادی و در مساف با تیم ملی چین. بازی با تشویق تماشاگران برتری ایران ادامه پیدا می‌کند. برای آنکه کام مردم ایران شیرین باشد، همچون بازی با قطر، ایران قبل از پایان نیمه اول یک بار دیگر دروازه چین را باز می‌کند. درون محوطه جریمه یک اشتباه از اوچو لیانگ و اینجا علی اصغر مدیر روستا هست که
نهایت استفاده و طعنه‌آمیز این که زنده این گل علیاصغر مدیر روستاست که به جای خداداد عزیزی در ترکیب ایران قرار گرفته. ناراحتی نبود. من میگم آقای مایلیکوان، حالا شاید خیلی فکر کنن ارتباطش اون زمان مثلا با من خیلی خوب، در صورتی که من جریان 96 رو گفتم و اینها، نه هر کی شایسته بود، هر کی تو تمرین خوب کار میکرد. من اون بازی‌ها رو نزدیک به 7 تا بازی‌هاشو فیکس بازی کردم. حالا یا خداداد جای من میومد یا من میرفتم جای خداداد. هیچ مشکلی بین بازیکن، یعنی من و خداداد و دایی یا فوروارد دیگه اصلا نبود. همه تلاش میکردیم برای بردن. حالا اینا رو یه مقدار شاید حواش بیرون دامن بزنه. برتری تیم ایران در نیمه دوم دیدار با چین هم ادامه دارد. کریم باقری همچون بازی‌های گذشته گلزنی می‌کند و علی دایی هم گل چهارم ایران را به ثبت می‌رساند. در لحظات آخر مسابقه بازیکن‌های ما آن انگیزه قبل را ندارند و این چین است که موفق به زدن گل می‌شود. گلی که فقط کمی از غم شکست آنها می‌کاهد. پیروزی 4-0 که ایران مقابل چین با شکست عربستان مقابل کویت همراه می‌شود تا همه منتظر صعود زودهنگام و آسان ایران به جام جهانی 98 فرانسه باشند. یک هفته بعد از پیروزی پرگل مقابل چین، ایران در دومین دیدار از مرحله برگشت بازی‌های انتخابی جام جهانی 98 فرانسه به ریاض می‌رود تا مقابل عربستان بازی حساسی را برگزار کند. ورزشگاه ملک فهد که با حضور 55,000 نفر تماشاگر پر شده آماده است که عربستان را در راه رسیدن به جام جهانی یاری کند. ایران به یک تساوی نیاز دارد تا همچنان شانس اول صعود به جام جهانی باشد، اما عربستان فقط پیروزی می‌خواهد. برخلاف دو بازی آخر ایران مقابل قطر و چین، بازیکنان ما در بازی مقابل عربستان تدافعی و پرانتقاد ظاهر می‌شوند. هر چقدر که بازی به پایان نزدیک می‌شود، حملات عربستانی‌ها خطرناکتر می‌شود تا اینکه در دقیقه 88 روی اشتباه محرز بازیکن ما خالد موالید گل برتری و پیروزی بخش عربستان را به ثمر می‌رساند. سويد ناحية اليمين وتعدي این گل یکی از تلخ‌ترین گل‌هایی است که تیم ایران در تاریخ رقابت‌های خود پذیرفته. این شکست برای ایران گران تمام می‌شود. بعد از این شکست تیم ما از نظر روحی دچار افتی باور نکردنی می‌شود. در این میان مطبوعات و رسانه‌ها هم تیم ملی و کادر مربیگری را زیر سوال می‌برند. ما همیشه اینجوری بودیم. ما به نظر من حرف اصلیمون داخل کشوره، نه بیرون. به هر حال من چجوری عرض کنم خدمت شما، منافع یه سری رو قطع کرده بودن و طبعا اونا هم که ساکت نمیشستن. مایلیکوان هم جزء مربیایی که میتونیم بگیم که خیلی روابط خوبی با رسانه ها نداره و به هر حال آدم رسانه‌ای نیستش. یه مربی مثل بلاژویچ داریم ما که اصلا آدم رسانه‌ای شومن کاملا و وقتی که میاد یعنی سخته اصلا تو بتونی علیهش موضع بگیری و باهاش در واقع چالش کنی. بخاطر این آدم جذابیه، تیتر میده، رابطه داشتن باهاش اصلا خیلی شیرین و جذاب، مطبوعات رو جذب خودش میکنه، خبرنگارا رو، دوربین رو اصلا جذب خودش میکنه. مایلیکوان خب شخصیت متفاوتی داره، هیچ وقت خیلی محبوب رسانه و خبرنگارا نبوده، روابطش خیلی محدود بوده و همین خاطر هم یعنی وقتی به خصوص اون نتایج و اینا به وجود اومد، بازیکنایی که به خصوص بازیکنای بزرگی که تو تیمش بودن و رابطه خوبی با خبرنگارا با رسانه ها داشتن، اینو منتقل کردن، این انرژی منفی منتقل کردن و در واقع یک بازگشتش یه موجی بود که رسانه ها داشتن و مدام زیر ذره بین می‌بردن، هر موضوع کوچیکی رو توی تیم مایلیکوان بولد می‌کردن و خیلی فشار روش زیاد بود.